به نام اللهی بخشاینده مهربان. یا الله، بر محمد و خاندانش و اصحابش درود و رحمت فرست و ایمانمان را به کاملترین مراتب ایمان برسان و باوریمان را بالاترین یقین قرار بده و نیتمان را بهترین نیت قرار بده و عمل و کردارمان را به بهترین عمل و کردار برسان. یا الله، با لطفت نیتمان را کامل و فراوان کن و به وسیله آنچه که نزد توست یقین و دانشمان را صحیح نما و با قدرتت کارهای فاسد و خطای ما را اصلاح نما. یا الله، بر محمد و خاندانش و اصحابش درود و رحمت فرست و ما را به هدایت شایسته رهنمود ساز که آن را با چیز دیگر عوض نکنیم و در راه حق قدم برداریم و از آن گمراه نشویم و نیت درست داشته باشیم و در آن شک نکنیم و تا آن زمانی که عمر ما در راه بندگیت صرف می شود عمر ما را طولانی بکن و هرگاه عمرم در راه کج رفت جانم را بگیر. یا الله، هیچ خصلت زشتی را برایمان باقی مگذار مگر آن که آن را اصلاح کنی و هیچ عیبی که باعث سرزنش باشد برایمان باقی نگذار مگر آن که آن را نیکو کنی و هیچ اخلاق ناقص را در ما باقی نگذار مگر آن را کامل گردانی. یا الله، بر محمد و خاندانش و اصحابش درود و رحمت فرست و دشمنی و کینه دشمنان را نسبت به ما به محبت تبدیل فرما و حسد ستمکاران را به دوستی و بدگمانی شایستگان را به اطمینان و دشمنی نزدیکانمان را به دوستی و رفتار بد خویشاوندان را به خوش رفتاری و خوار نمودن نزدیکانمان را به یاری رسانیدن و دوستی قلبکی را به دوستی حقیقی و تلخی ترس از ظالمان را به شیرین ترین امنیت تبدیل فرما. یا الله، بر محمد و خاندانش و اصحابش درود و رحمت فرست و در مقابل کسی که با ما ظلم میکند دست توانمندی برایمان قرار بده و در مقابل کسی که با ما دشمنی میکند زبانی گویا قرار بده و پیروزی مقابل دشمنانمان را به ما عنایت فرما و در برابر کسی که برای ما حیله و نیرنگ می نماید ایمنی عطا کن و در مقابل کسی که ما را در تنگی ها قرار می دهد نیرو بده و در مقابل کسی که ما را تهدید می کند سلامتی عطا کن و ما را در فرمان برداری از کسی که کمکمان می کند و پیروی نمودن از کسی که ما را به راه راست راهنمود می سازد موفق بدار ای مهربان ترین مهربانان عالم.